سلام عرض ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان ارجمند. خوش آمدید در جلسه اول خوشنویسی انگلیسی خط کاپرپلیت با من علی حکیمی. در این جلسه با ابزار و لوازمی که برای خوشنویسی انگلیسی نیاز هست آشنایی پیدا میکنیم و حرکات اساسی خوشنویسی انگلیسی رو با هم دیگه کار میکنیم. خب دوستان، لوازم مورد نیاز برای خوشنویسی که است یک زیرنویس است، یک چرم یا پوش کتابچه‌ای که چرم داشته باشم کفایت میکنه، لازم نیست. دیگه ای که شما این پی دی اف باید داشته باشین. پی دی اف که این خطوطی که به صورت مایل آمده و به صورت افقی هست اینا رو باید داشته باشه. این در هیچ جای پیدا نمیشه، فقط پیش کسایی است که خوشنویسی انگلیسی تدریس میکنه. من این پی دی اف در کانال تلگرام ماندیم، لینک کانال تلگرامم در کامنت میمونم. عزیزانی که علاقه مندیش داشته باشن میتونن برن از اونجا بگیرن. باز میتونین روی ورق A4 پرینت کنین و ازش استفاده کنین. و دیگه ای که کسایی که میخواین زیبا نویسی کنن باید قلم بیک 1.6 میلی داشته باشن، از اینکه که نوکش دبل است، خب از سادنی. و کسایی که میخواین فقط دستخط روزانه‌شان زیبا کنن و روان نوشته کنن، لازم نیست که حتما چرم داشته باشن، زیرنویس داشته باشن و خودکار بیک 1.6 میلی داشته باشن. فقط همی که یک انیمی پی دی اف داشته باشن برای یادگیریش و یک خودکار بیک ساده داشته باشن کافی است. خب دوستان، مورد دومی که میخواییم یاد بگیریم حرکات اساسی خط کاپرپلیت هست. یعنی چند حرکت اساسی هست که ما اگر او را یاد داشته باشیم دیگه حروف کوچک انگلیسی را تقریبا 50% یاد گرفتیم. خب دوستان، بریم سراغ آموزش. ما اینجا چند تا خط داریم در روی از پی دی اف. یکی تاپ لاین است، هدلاین است، بیس لاین است. این به خاطر اندازه‌گیری حروف استفاده میشه. حرکت اول از اینجا، از پایین خط هدلاین، از اینجا با فشار دست اجرا میکنیم میآید تا این قسمت. این خطی که به صورت بسیار خیره آمده تا این قسمت میآید. حرکت اول ما. و حرکت دوم ما که است از اینجا به صورت بسیار نازک تا این قسمت نازک اجرا میشه و بعد از اینجا با فشار دست میایه پایین تا این قسمت. از اینجا دوباره نازک میره به طرف بالا. یکی از حرکت اساسی و حرکت دوم ما هست. من دوباره براتون اجرا میکنم. از اینجا به صورت نازک تا این قسمت و بعد از اینجا ضخیم تا اینجا، دوباره نازک به طرف بالا. حرکت دوم ما. دوستان، ضخامت و ظرافت که است با فشار دست اجرا میشه. اگر فشار دستتان کم کنین ظریف اجرا میشه، یعنی نازک، و اگر فشار دستتان زیاد کنین دبل و ضخیم اجرا میشه. حرکت سوم ما از اینجا با بسیار به حالت ظرافت اجرا میکنیم تا این قسمت و بعد از اینجا با فشار دست میایه روی خط بیس لاین اجرا میشه به این شکل. حرکت سوم ما. و حرکت چهارم برعکسش است. از اینجا با فشار دست میاییم تا این قسمت، از اینجا نازک به طرف بالا به این صورت. برعکس حرکت سوم اجرا میشه یا حرکت چهارم ما. و حرکت پنجم ما ابتدا از حرکت سوم استفاده میشه. از اینجا نازک تا این قسمت، از اینجا ضخیم دوباره نازک اجرا میشه به این شکل میره به طرف بالا. این از حرکت پنجم ما. و حرکت ششم ما دوستان از اینجا اجرا میشه. از اینجا از روی خط هدلاین میره به طرف نازک به طرف بالا تا این قسمت. از اینجا دورخوردگی نازک داره و بعد میاد رفته رفته ضخیم تا این قسمت تا روی خط بیس لاین به این شکل اجرا میشه. این از حرکت ششم ما. و حرکت هفتم ما که است
برعکسش اجرا میشه. از اینجا از زیر خط هدلاین با فشار دست رفته رفته فشار دست کم میکنیم، نازک شده میره تا این قسمت. از اینجا دورخوردگی داره به این صورت. حرکت هفتم ما و حرکت هشتم ما دوستان. حرکت هشتم ما متفاوت تر است. از اینجا نازک، از وسط دو خط مایل نازک اجرا میشه، میآید تا این قسمت روی خط بیسلاین و بعد از اینجا با فشار دست تا این قسمت یک دورخوردگی نازک داره به طرف بالا. این از حرکت هشتم ما دوستان. اینی 8 حرکت اساسی خوشنویسی انگلیسی هست که برای حروف های کوچک بسیار کاربردی هست. حتما باید اینا رو یاد بگیرین که اکثریتشان روی خط بیسلاین اجرا میشه. از اینجا شروع میشه به این شکل ادامه پیدا میکنه. فقط حرکت ششم، حرکت هفتم، حرکت ششم به طرف بالا میره تا روی خط تاپ لاین و حرکت هفتم میره پایین به این شکل. خب دوستان، فکر میکنم تا همینجا بس است. این بود از جلسه اول خوشنویسی خط کاپرپلیت ما. تا جلسات بعد، خدا نگهدار.